به به، این باقلوای خوشمزه رو خیلی راحت توی خونه درستش کن. مرحله اول باید شیره باقلوا رو درستش کنی. داخل یک قابلمه 1.5 پیمونه شکر و 2 پیمونه آب به علاوه دارچین و هل و زعفرون اضافه کرده 30 دقیقه میذاریم با حرارت متوسط بمونه تا کمی غلیظ بشه. برای مغز باقلوا من از گردو استفاده میکنم و گردوها رو خرد میکنم. شما میتونین این کار رو با میکسرتون هم انجام بدین. اما خیلی لهش نکنین که گردو رو توی باقلوا زیر دندونتون حس کنین. بعد از 30 دقیقه شیره رو از روی حرارت بر میداریم و میذاریم تا خنک بشه. 5 لایه خمیر یوفکا لازم داریم که بین هر لایه رو کره ذوب شده میمالیم. و در نهایت لایه آخر رو که کره مالی کردیم گردوی خرد شده رو هم بهش اضافه میکنیم. این که داخل باقلوا چقدر گردو بریزید بستگی به سلیقه خودتون داره. خمیرمون رو رول میکنیم. دقت کنید که نذارید خمیر یوفکا زیاد بیرون بمونه چون خشک و شکننده میشه. بعد از اینکه رول شد شکل میدیم بهش و میله رو ازش خارج میکنیم. حالا با چاقو به قسمت‌های کوچیک تقسیمش میکنیم. دقت کنید که این کار قبل از پخت باشه چون وقتی پخته میشه خرد و شکننده میشه دیگه نمیتونین تیکش کنین. میذاریم داخل هواپز با درجه 130 به مدت 30 دقیقه بپزه. روش طلایی شد میتونید درش بیارید. دقت کنید بچه‌ها که شیره باید حتما خنک شده باشه. باقلواتون که پخت روی ظرف مورد نظر سروش کنید. حالا از شیره‌ای که درست کردید و گذاشتید خنک شده روی باقلوای داغتون بریزید و بذارید 2 ساعت بمونه تا بره تو خوردش. روی باقلواتونم با پودر پسته یا پودر گردو تزیین کنید. نوش جونتون. این باقلوا فوق‌العاده خوشمزه است. حتما امتحانش کنید و نظراتتون رو کامنت کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.